سلام، من کوروش لیلی. به پیج و کانال من خیلی خوش اومدین. همراه من باشین با آموزش این مدل زیبای قلاب بافی مناسب برای شال گردن و هر ایده خلاقانه‌ای که دارین. دوستانی که این مدل رو برای شال گردن میبافن حتما به نکته آخر ویدیو دقت کنن. حمایت از آموزش یادتون نره، با من همراه باشید. برای شروع این بافت من به اندازه‌ای که میخوام زنجیره زدم و روش رو با پای کوتاه پر کردم. حالا شما میتونید پای بلند هم بزنید، هیچ محدودیت پایه‌ای نداریم ما تو این بافت. فقط این که باید تعداد اون خونه هایی که میخوایم ببافیم مضربی بر 4 باشه و 2 تا دونه هم من برای حاشیه گذاشتم. یعنی مثلا اگه من 20 تا دونه مضربی بر 4 گرفتم، 20 تا دونه زدم، 2 تا دونه اینور و اونور هم اضافه گذاشتم، یعنی 22 تا دونه بافتم. خب میام رج اول رو که روش پای کوتاه روی زنجیره ها رو پای کوتاه زدم. رج دوم 3 تا زنجیره شروع رج رو میزنیم، کار رو برمیگردونیم. ببینید ما 4 تا خونه اول رو میخوایم در نظر میگیریم. خونه اولی رو من نمیبافم، خونه دومی رو یه دونه پای بلند، خونه سومی رو یه دونه پای بلند و خونه چهارمی هم یه دونه پای بلند. اینجا من الان 3 تا پای بلند زدم. الان میام خونه اولی رو دوباره پای توش میبافم. چطوری؟ نخ رو میگیریم و میایم به خونه اولی وارد میشیم. نخ رو میگیریم میاریم بیرون میکشیم و الان 2 تای اول یکی، 2 تای بعدی یکی. این شد پای من. دوباره 4 تا پای بعدی. خونه اولیشو من نمیبافم، خونه دومی یه دونه پای بلند، خونه بعدی یه دونه پای بلند، سه تا رو پای بلند میبافیم، خونه بعدی هم یه دونه پای بلند و دوباره بر میگردیم به اون خونه اولی که جا گذاشته بودیم، میریم و وارد خونه میشیم. نخ رو از این ور میگیرم میکشم و 2 تای اول یکی، 2 تای بعدی یکی. یه حالت کج روی کارم میفته. دوباره همینجور 4 تا همین روش رو میریم تا آخر کار. آخر کارم همون که گفتم، یه دونه این ور حاشیه، یه دونه اون ور حاشیه، یه دونه پای بلند به آخر کار میبافیم و این رجمون تموم. خب من بافتم و اومدم رسیدم به آخر کارم. الان دوباره یه دونه پای بلند هم به آخر کار زدم و رج دوم شروع میکنیم. دوباره 3 تا زنجیره و کار رو برمیگردونیم. الان همینجور ببینید این 4 تا پایه رو من در نظر میگیرم. 3 تای بعدیشو میبافم، این اولی رو نمیبافم. 3 تای بعدی یه دونه پایه، بعدی دوباره یه دونه، همشون هم پایه بلند هست. دوباره بعدی هم یه دونه پایه. این شد 3 تا پایه رو من بافتم. دوباره برمیگردم پایه اولی رو میبافم. همون به روش پای بلند، اصلا هیچ فرقی نداره. دوباره میرم سراغ خونه بعدی. 3 تا خونه رو میبافم، خونه اولی رو نمیبافیم، خونه بعدی و خونه بعدیشو میبافیم. خب اولی رو من نبافتم. دوباره نخ میگیرم وارد خونه اولی میشم، از پشت نخ رو میکشم و 2 تای اول یکی و 2 تای بعدی یکی. این حالت یه خط روی این پایه ها خیلی حالت خوشگلی به ما میده. اگه مثل من 2 رنگ ببافین، یعنی من این هر 2 رج یه رنگ رو عوض کنید، این حالت هفتی رو بهتون میده، بیشتر نمایش داده میشه. من الان یه رج رو رفتم و یه رج رو برگشتم. رفتم به این حالت خطیا بود، رج برگشتم به این حالت که یه حالت هفتی به ما داده. دوباره رج بعد. این مدل بافت اصلا پشت رو نداره، چون پشت هم همین مدل هست.
این مدل بافت رو برای شال کردن میتونیم به دو روش ببافیم. یکی این که بیایم پهنای شال کردن که مد نظرتونه، معمولا بین 10 تا 15-20 سانت که بزرگسال یا کوچک متفاوته، بیاین اندازه بزنید و روش رو زنجیره به همون اندازه ببافین و مدل بافتی که یاد دادم روش پیاده کنید. یه روش دیگه هم میتونید به عرض شال کردن که معمولا 1.5 تا 2 متر حالا سلیقه‌ای هست، به اون اندازه زنجیره بزنید و روش رو این مدل پیاده کنید. فقط نکته‌ای که هست، بهتر این مدل چند رنگ یا دو رنگ بافته بشه. یک رنگ هم میتونید، اما اگر چند رنگ یا دو رنگ بافته بشه بیشتر خودشو نشون میده، اون مدل بافت و قشنگی بیشتری داره. و نکته دیگه‌ای که در خصوص این بافت برای شال کردن بهتره در نظر بگیریم، یکم این بافت رو شل ببافین. یعنی قلاب و کاموایی که برای این بافت انتخاب میکنید، قلابتون یه خورده بزرگتر از کامواتون باشه که بافت شلی بهتون بده. هر سوالی داشتین بپرسین، جواب میدم. نظرتون در مورد آموزش بگین و حمایت از آموزشاتون نره. مرسی که هستین.